نام من آرش نوژان است. تحصیلات عالی من در حوزه کمیونیکیشن ارتباطات بوده. روزنامه‌نگاری خواندیم. در کنار دانشگاه من همین مهارت‌های ارتباطات، ریلیشنشیپ، سلف دیولپمنت به گونه آنلاین در بهترین نهادهای جهانی، بهترین کمپانی‌های جهانی آموزش دیدیم. سالهای سال میشه که درگیر مفهوم به نام ارتباطات هستم. باورمندی من، عشق من، پژن زندگی من بر عزیز که افراد بتانه متفاوت‌تر برخورد کنه، عملکرد متفاوت داشته باشه. به تعامل انسانی ایمان دارم. عاشق از این کار هستم که افراد توانایی ارتباط برقرار کردنشان بهتر شود. چرا؟ چون من فکر میکنم اکثریت آسیبای شغلی، زندگی، رابطه‌ای، افهام و تفهیمی که در زندگی افراد وجود داره به خاطر نبود مهارت‌های ارتباطی است. به همین دلیل اکثریت برنامه‌ای که ما برگزار کردیم در حوزه ارتباطات بوده، در حوزه آموزش ارتباطات بوده. در کنارش برای توسعه فردی افرادم کمک کردیم که افراد چرایی زندگی را بیشتر درک کنن، به چیزی فکر کنن، عملکرد بهتر داشته باشن، نتایج بتونن بررسی کنن، انالایز کنن و نتایج خوب در کل از زندگی و کار و فهم و عشقی که در زندگی دارن بگیرن. با صراحت و جدیت میتونم بگم که بیش از صدها تا سمینار تخصصی در افغانستان ما برگزار کردیم. من فکر میکنم که امید، ساخت امید، خلق امید، بودن امید بیشترین چیزی بوده که ما بعد از برگزاری سمینارها در چشم افراد، در رفتار افراد و در بازخورد افراد دیدیم. امیدوار شدن اینا بیشتر به زندگی. دوما چیزی که زیاد بولد بوده، بیشتر دیده شده، این بوده که کار از اینا توسعه پیدا کرده، زندگیشان دیگه بهتر شده، دیگه آدم قبلی دیگه نبودن. بسیار خوشبین هستم بابت از اینکه افراد تازه فهمیدن که اگر درست نگن، درست ارتباط برقرار نکنن، دیگه هر کاری که باشن، در هر بخشی که کار کنن درست تعریف نمیشه. اوایل خوشبین نبودیم، استقبال قابل قبول نبوده، اما امروز زیاد خوشبین هستیم و خوشحال هستیم از این بابت که مردم درک میکنن و میفهمن که مهارت نیاز است. استاد کل انرژی و وقت خود میمونه روی شاگردان که شاگردان رشد بکنن، شاگردان بتونن برسن و کارش خوب بلد است. مثلا همیشه برای ما کتاب معرفی میکنه، همیشه حس میکنم که در جای تخصصی و عالی قرار دارم که هیچ چیز دیگه، هیچ کارگاه دیگه نمیتونه جایش را بگیره. یعنی که اما پول را که آدم پرداخت میکنه احساس میکنه که هنوزم کم پرداخت کردیم و جای از این است که هنوزم ازش یاد بگیریم و لذت ببریم. درگیری‌ها و کارهایی که روزا در موردش فکر میکنم و در آینده میبینمش، راحت هم میتونم ببینمش، فرامیلی کار کردن و جهانی کار کردن است. درگیر کار روی یک مسابقه جهانی هستم. قرار است یک مسابقه جهانی برگزار شود بین کشورهای آسیایی در حوزه سخنرانی. در کنارش جدا روی یادگیری مهارت‌های مرتبط به ارتباطات هستم. این روزا یک دوره جدید از روانشناسی گرفتیم، در کنارش یک دوره تخصصی فلسفه معاصر آموزش می‌بینیم خارج از کشور به گونه آنلاین. کار کرده و فعالیت‌های استاد نوژان واقعیت که قابل قدر است. شخصی است که میتونه آگاهی جوانان را بالا ببره در بخش ارتباطات و خوبتر بدرخشه. مربی بین المللی ارتباطات به دلیل از این برچسب یا پیشوند یا پسوند که در نام من میآید، این به این خاطر است که من مدرک بین المللی حوزه را از یکی از مهمترین نهادهای جهانی در بخش مربیگری دارم به نام ICF International Coaching Federation. 2-3 سال میشه درگیر نوشتن هستم روی یک کتاب در حوزه ارتباطات. من فکر میکنم که این که خوشحال هستم و میتونم کار انجام بدم، حس مفیدیت دارم، این مهمترین دستاورد میتونه بر من باشه. نه مدارکی را که ما از نهادهای معتبر جهانی گرفتیم، نه مدارک تشویقایی که از نهادهای خصوصی و آموزشی افغانستان گرفتیم. من دوست دارم این سمینارها به مراتب بزرگتر از قبل برگزار شود. دوم، برگزاری مسابقات و بازی‌ها و گیم‌های مرتبط به ارتباطات یک کم به گونه انترتینمنت و
تفریح اگر در جامعه معرفی شود، افراد به نظرم بیشتر اشتیاق پیدا میکنه به سمتش و میاین. مورد سومی که از طریق سوشال میدیا، رسانه‌های اجتماعی پیرامون از این حوزه کار شود، مفاهیم توضیح داده شود. با کودکان دوست دارم بیشتر کار کنیم، به دلیل از اینکه نسل آینده از این وطن مطمئنا اونها خود بودن، یک نسل جدیده که من دوست دارم ارتباطات قوی داشته باشن، متخصص باشن، خوب بتونن برخورد کنن و حتی ارتباطات از اینا ارتباطات فراملی فراتر از کشور خود ما باشه. از طریق نوشتن کتاب، مقاله علمی هم برنامه‌ای وجود داره که در حوزه ارتباطات بتونیم کار کنیم. کلانترین، مهمترین و بزرگترین دانش و مهارت را که باید در صدر یادگیریشان قرار بتن، یادگیری مهارت ارتباطی است. به دلیل از اینکه ما در زندگی مثلا هیچ کار انجام ندیم، حتما ارتباط برقرار میکنیم و هر چیز بیرون از ما حتما در دل خودش ارتباطات خود داره. ارتباطات یادمان نره.